مکتوب رو خوندی؟ همش رو خوندم. این چه گفتنی گپ؟ به فکری تو این درست است؟ عزیزه التماس ما رو ببخش. در اصل این همش از روی نسبت به تو. خیر پروا نکن، یک بار همین خیل شده کنون. خفه نشدی؟ ما رو بخشیدی ها؟ یگان کاری بخشیدنی نیست. من به این هم این رو میدونستم. میدونستی؟ چرا حیران شدی؟ البته که میدونستم رفت. چی؟ چی گفتی؟ رفت کیست؟ تو چی ها میگویی؟ ما رو مسخره میکنی؟ بعدی مکتوب تحقیرآمیز پسرت باز این سفسطه های تو رو برداشت بکنم. من تو رو هیچ دوست نمیدارم. من مادری طاهر رو دوست میدارم. وای رو دایم یاد میکنم. از تو نفرت دارم. به این هم من تو رو هیچ وقت دوست نداشتم. من رفت چکر. طاهر بچه شوخ بوده. من یکون چیزی شوخی نمیبینم رفت. البته یکون چیزی شوخی نیست. طاهر گپای بیهوده نوشته است. من انا برای همین خندیدم. من چه خطا کردم که چنین تحقیر میبینم؟ خاطره آخرین برادرم رو سوزاند. کودک خرد گفته او رو بخشیدم، لیکن چیکاری کنم فایده ندارد. کودک به من نفرت دارد. نه نخواد. او برای چی با تو نفرت کند؟ وای من نکن التماس. خودش در مکتوب نوشته است. تو هم خواندی کو رفت؟ دیگر یگان مکتوب نیست می؟ تو چی بهوده گویی میکنی؟ چخیل دیگر مکتوب؟ نه این کودک هرچی با زبانش بیاد نوشتن میگیرد. ممکن یگان تای دیگر نوشته باشد. فکر کردم طاهر. من حاضر رفته ادبش رو میدیم. حاضر میروم. طاهر طاهر بیا در اون درا. طاهر جان تو مکتوب نوشته ما رو چرا دراندی؟ با تو معقول نشد؟ طاهر پسرم مکتوب رو خواندی؟ بیا تو به سوالهای من جواب ده. من هم به سوالهای تو جواب میدیم. میلش من حاضر برای تو قلم و کاغذ میارم. بعد تو خوش راکک نویس. میلش انا گیر. اگر عزیزم مکتوب رو خونده باشد حاضر اکای ایتگین رسیده میاره. کمی ایست تلاش نکن. بختیار بیاید میفهمیم. اکا ما یک عمر در بالای خور میشنیم. این چه عذاب است از این احمق میکشیم. عزیزم مکتوب رو خونده است؟ نه نخونده است اما لیکن خلاص شدیم. مکتوب در کجاست؟ نابود کردی؟ از من پیش طاهر کرده است.
چه خیلی تایر کرده است؟ یعنی مکتوب رو عوض کرده است. خودش مکتوب نوشته باشه و اون گذاشته است. طاهر؟ ها طاهر آخر چی نوشته است؟ وای نوشته است. من تو رو دوست نمیدارم. من مادری طاهر رو دوست میدارم. گفته است از زبون من. از زبون من یعنی از زبون رفعت شکر. تو مرا گرنگ نکن. طاهر مکتوبی نوشته تو رو خونده است؟ این رو انی کرده نتوانستم. رفعت رو در هوش رنج دیدم. مکتوب پره بود. میپرسیدی طاهر خوندی گفتم؟ پرسیدم لیکن جواب نمیدید. چه جواب نداد؟ جواب نداد. اکا کودک چه خیلی جواب دید گپ زدن نمیتواند کو. گپ میزند. گپ خواهد زد. به گپ میدراریم. اکا میبخشی من دخالت کردن نمیتوانم. من زیدی زوراوری به کودک هستم. خاموش. سرم را گرنگ نکن. کودک رو بزوری به گپ میدراری اکا؟ بزوری نه. من هم زیدی زوراوری به کودک هستم. به خوبی میپرسیم. به گپ میدراریمش. به خوبی؟ تو حاضر به نزد بازیچه فروش رفته از همه نمودش یکتایی گرفته میاری. چی بازیچه فروش؟ کنی رو تستر. تو رفته طاهر را بیار. بعد که آوردم چی می شود؟ به خوبی به گپ میدراریم. خوش آمدید برادر. خوش باشید. از همش گرفتن میخواهم. از همش؟ از همش یکتایی. خرسک باید خرسک رو هم دید لوی نوشتگی در خاطر توفه پیچانده شود. ای کلدم تو کجا شدی؟ اومدم کو؟ گرفتی بازیچه ها را؟ گرفتم. طاهر کجاست؟ در خانه همراه بختیار. طاهر جان، اکای محمودو و اکای انیل برای تو بسیار یک سورپریز زیبا تیار کردن. با من هم نگفتن چی بودنش را. الان آمدم بین. طاهر جان، این خلطه ها را ببین پر از بازیچه است. همه‌اش برای تو است. این چی است؟ برزگو. همین را هم برای طاهر گرفتی؟ اکا نگفتی که از هر بازیچه یک توگی گیر؟ بله من گفتم، لیکن تو برزگوی کلدم نه خود برای بچه بازیچه دختری گیری یا؟ اکا اینجا هر نمود بازیچه است. واه طاهر جان، همه این بازیچه ها از توست، لیکن یک شرط. سوالی پرسیدم را درست جوابی دی مالش. مکتوب را خوندی؟ انیل تو چی گفته ای ساده ای؟ به این همه این بازیچه ها برای طاهر است. تو درباره کدام مکتوب گپ زده ای ساده ای؟ خیلی گپ نزن. چی خیلی درباره کدام مکتوب گپ میزنم اکا؟ مکتوبی نوشته ای آقای رفعت به عزیز خانم. طاهر جان، تو اکای انیلت رو میفهمی چی میگوید؟ اکا ما چی مصلحت کرده بودیم؟ انیل کمی ما رو تنها میگذاری؟ نفهمیدم. حاضر التماس برو بد میفهمی. در بین ردش شده است. شما هم پدر جان با طاهر جان کمی گپ داریم. با طاهر جان؟ بله.
طاهر جان، با تو یک سری خودم رو میگویم، لیکن هرگز با کسی نگوی. مایلش؟ پیش از تو وی مکتوب رو من عوض کردم. با عزیز خانم نفرت داشتنم رو نوشته بودم. طاهر جان، تو مکتوب نوشته مرا خواندی یا مکتوب نوشته پدرت را؟ عزیز خانم پیش از مکتوب تو مکتوب نوشته مرا خواند، مرا پیش میکند، از کار میراند. برای همین تو را پرسیدم. تو مکتوب مرا خواندی طاهر جان؟ مکتوب نوشته پدرت رو خونده ای؟ فقط همین مکتوب های عاشقی نمیرسی. هر دویش رو هم نخوندی؟ آفرین بر تو. خیر، تو این رو گرفته رفتن گیر. بازیچه های دیگرت رو اکای انیلت به حجرت میبرد. زودتر رو طاهر جان. خونده بوده است؟ پروا نکنید، هر دویش رو هم نخونده است. چقدر هر دویش رو؟ چند مکتوب نوشته بوده؟ دیگرش رو من نوشته بودم. تو نوشتی؟ با کودکم این خیلی گفتن. من هم به مانند تو یک مکتوب نوشته به حجره عزیز خانم گذاشتم. اگر خوانده باشد مرا پیش میکند گفتم. این کودک را هم دلش به تو سوخته است. در اصل دلش به تو سوخته است. مکتوب رو من ننوشتم کو. این کار با دروغ می شده است. چه قدر بازیچه زیاد خریدیم؟ وای برای آماده کردن فرصت بود. به فرصت نمی شود اخیر. عزیز جان، پروا نکن، من با طاهر گپ زدم. دیگر این کارو تکرار نمی کند. نکند هم چی می شود؟ کودک به من نفرت دارد. صبر میکنم لیکن این از حد گذشت. از یک طرف مادرت، از یک طرف پسرت، از یک طرف خودت. بیزار شدم. رفت میفهمی؟ ایستا، بسیار عذر میخوام. یک دقیقه در همیشه شینم. خیر مادر و طاهر فهمو من با تو چی بدی کردم؟ یا اینکه تو به نوشته های طاهر باور کردی؟ با خدا که این خیلی گپ نیست. من مادری طاهر را نه، تو را دوست میدارم. به این هم مادری طاهر رو نمیشناسم. نمیشناسی؟ یعنی بعدی با تو شناس شدن همه زنهای میدانستگیم را فراموش کردم. در حقیقت تو چکور کردنی رفت؟ خیلی به من عاشق شدی گویم این غیر امکان است. چون که تو به غیر خودت به کسی عاشق شده نمیتوانی. با مادرت دیگر خیل مناسبت میکنی، با پسرت دیگر خیل. طاهر از روزی تولدش تا حاضر به اندازه یک هفته آخر است و مهری پدری ندیده است. اگر یگان شوخی و بازی کرده ایستاده باشد زودتر بس کن. میگوی کودک را ناامید نکردم. نه جانم، نه عزیز جان، من تو و طاهر را هرگز در سر راه نمیپرتایم. من از تو یگان امید ندارم و از همین سبب مرا ناامید گردانده نمیتوانی جانم. وای، تو با من جانم گفتی؟ اکای ایتیکی زنگ زده است. در جای کار ما را انتظار است. تستر بیا. میلش. عزیزه، من حاضر باید بروم. بعدتر در این باره صحبت خواهیم کرد. تو پروا نکن میلش جانم.
акай Айтекин барои чӣ боро ҷиғ мезанад? мебинем аниқ ягон масъалаи мурдану зистан аст ки ба ҷои кор ҷиғ задааст. мурдану зистан? бахтиёр то лозим нашавад даҳонатро накушо, гап назан, боз бо ту машғул нашавӣ. рафтем. фуати абла аз кори силоҳ халос карду, ман дар ғазабам. вай ҳам омадааст ака, мошинашам дар ҳамин ҷост. дидам албатта меояд. фуат лошахӯр аст. акаи Айтегин мезанад, фуат мехӯрад. рифат вай марҳамат, хуш омадед. меҳмонатон дар дарун интизор аст. گذاشتشین شما را اینجا جیغ زدم چون که کارخانه حمدی را زده میگیریم. امروز خونی بسیار ریخته می شود. با سخن حل کردنро месанҷидем. мумкин пушаймон шуда бошад. бахшиш мепурсад. чӣ хеле ки мегӯянд ки одамон гап зада, ҳайвонҳо бӯй кашида. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ این چی گپ زنی؟ حمدی یک خطا کرد. جزایش را میگیرد. آدمان برای چی زندگی میکنند رفت؟ барои дӯстдоштаҳояшон акаи Айтекин. برای آبرویشان. آبرو ستون مهره روح است رفت. акай Айтекин, ҳамаи ҷобу макони ҳамдиро пахш кунем, сангро болои санг нагузорем, ҳамаро кушем, ягон касро зинда намонем. ҳама бинанд ки ҳила кардан ба Айтекин явуз натиҷааш чист. آرام باش فؤاد. هر یک کار معیار خود را دارد. ما با آنجا برای قتل عام نمی رویم. فقط جزا می دهیم. یراخو تیار است؟ تو را پرسیده ایستادم رفت. این مسئله از ممدو پرسید پدر. تیار است акаи Айтекин. چقدر تیار است؟ رفته یک بینیم. ابله این طرف رفتیم. آقای رفت یک لحظه با اینجا امضایتان رو میگذاشتید؟ رفت پدر، акаи Айтекин انتظاری کشیدن را دوست نمی‌دارد. بعد امضا مانید. این بسیار مهم است. اگر شما خواهید رفتن گیرید از قفایتان زود می آیند آقای رفت. کنی بیار چی را امضا کردن در کار؟ یگان چیزی امضا میکردگی نیست. با من نگر. وقتای آخر تو بسیار تغییر یافته ای. فکر نکن که نمیفهمم. اگر با من چنین مناسبت کنی تو را نابود میسازم. عقلت رو در جایش گیر. رفت پدر، акаи Айтекин انتظارند. کارهایت را یک طرف گذار، جهاز گوشکنی را به حجره رفت گذار. باز چی شد؟ با تو چی؟ گویا به پول کار میکنی. گفتگیم را اجرا کن. بیعقل.
رفت لبایا که ایتکین نزدیک شو. این چی قدر دور میپراند؟ همین؟ دور، خیلی دور. چار. صد 400 4 پردون زد و خور نمیخواهم. من هم حاضر نزد تو رفتنی بودم ایتکین، لیکن این خیل نه. برای حل کردن نافهمایی بینمون. تو چیکار کردی ها؟ قسمی گبزنی بر وقت تمام شد حمدی. دیدی که کسی به ما دام گذاشته است. من تو را آگاه کرده بودم. من هم به تو آخرین سخنم را گفته بودم. نیست و نابود می شوی. آبرو به مانند روح است. تو آن را فهمیدی. تو به من حکم میکنی؟ من حکم نمی کنم حمدی. سخن آخرین من خودش حکم است. من حالا سخن آخرم را نگفتم برادر. گبزن برادر، در دلت نماند. مرا با دیگران مقایسه نکن حمدی. من با آدمی که قبرشان نکندم جنگ نمی کنم. من هم قرار جنگ را خودم میدهم.
بازیچه کسی نمیشوم. کسی با تو جنگ میخواهد گفته نمی جنگم برادر. کی باشد وی؟ درست در گپ زن. نمیدانم. اگر میدانستم کلش رو مثل کله مرغ کنده در پیشت میپرتفتم. پروا نکن. روشنی روز سر را پنهان نمیدارد. در آخر کار پیدا خواهد شد. اگر جانم را گیری هم در نزدت به زانو نمیزنم. این را دانستمان. تو انباری مرا ترک کندی، لیکن من تا حال با تو گپ زده ایستادم. یگان کس انتظاری گپ زنی تو نیست. بیهوده گپ نزن حمدی. برادر، در حال گپم رو نبر. زنازنی از همه قلعه است، لیکن چی گفتن؟ همه کار با مصلحت حل می شود. انا حمدی هم عیناً همین کل بگد. راه عقل‌ها یگانه است. نه این کار این خیلی نمیشود. بیا این مسئله همین جا پوشیده شود. بیهوده خون ریزی نشود. ایتکین آدمانی به ما دام گذاشته را خرسند نسازیم برادر. خوب شده است. فقط با یک شرط. چی خیل شرط؟ کسی را که چون این دام گذاشته است یافته آورده به پیشم میپرتایی. جزایش را باشد من میدیم. میشود. میشود حمدی. میشود برادر. مایلش. رفتیم. پدرم بورمون رو ترک کندن. اجازت میدیم که روند. خاموش. ایتکین اهمیت نده. این بچه تا حال کودک است. سگ و سگ بچه را نگاه میکردیم مگر بیتار میشدیم حمدی. رفتیم. این آدم با منزلمون اومده ما رو جزا داد. ما این رو چوری نمیگذاریم پدر. خاموش. گپ را درست نگفتم. این کار در همینجا تمام شد. یگان کلمه شنیدن نمیخواهم. فهما؟ دیگر به حمدی فشار زیاد نمیدیم. همینش کفایه. اکی ایتکین وقتی که زدیم یه را دور باید نمونیم. بسیار آدمی زیرک بوده است. هممون دیدیم که با یک پا ایستاد و دروغ گفت. دام هیلا دام این چی باشد؟ حمدی را چند سال باز میشناسم. آدمی به من دروغ میگفتگی نیست. در این جایگان گپ است. کنی بینیم چی میشود. تو چی میگویی در این مسئله رفت؟ گفتگو شرط. چی؟ زوراوری راه حل نیست میگم اکا ایتکین. زوراوریش چی؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ به من اشاره نکن. راستش را گپ زن رفت. من یگون ایما و اشاره نکرده ایستادم. چقدر خوب شد که با همدی مسئله رو پساندیم. بیهوده خونریزی نشد. البته ما هم طرفدار بیهوده خونریزی شدن نیستیم. چی گپ میزنند باز کارها رو رسوا نکنند؟ نه خوب است. نگاه کن چی خیلی نغز گپ زده ایستاده است. کارمون با برار است. خیر مسئله حمدی حل شده باشد این شب قمارخانه نو را میکشاییم. اکی ایتکین
من امروز رو ماها باز انتظار بودم. این قمارخانه حق رفت است. یراق‌های گم شده را و یافت. با این موفقیت حق مکافات دارد. این قمارخانه از تو رفت. رحمت. آقای ایتکین، ترازوی شما یک هدیه را به ما برابر چین میکند. حساسیتی به دشمنان داشتهتون را از ما دریغ میدارید. جدا نمیکنم میگویید، لیکن دامادتون را ارکه میکنید. برای آن قمارخانه چقدر زحمت کشیدنم رو شما نقص میدونید که. از کی باز تو قرارهای مرا پرس و پاس میکردگی شدی فؤاد؟ نه که نه خود من همین خیل کنم. سخن و فرمان از شما. من فقط فکرهایم را بیان کردم. به اجازت گپ نزن فؤاد. سخنی هست که جنگ را دوام میدهد. سخنی هست که سر میبرد. از یاد نبرار. یگان گپی مهم نیست. از روی موفقیت های کلانم امشب یک قمارخانه رو به ما کشاده داد. ها داد. لیکن فؤاد از این بسیار خفه شد. فؤاد با دست ما حمدی رو میکشد گفته از قمارخانه‌اش محروم شد. وقتی که حمدی دام گفت روی فؤاد چه خیل تغییر یافت دیدید؟ مگر همین خیل میشود؟ نه، اگر ایتکین از بحری من نمیگذرد. این چه گفتنی گپ؟ تیزتر حرکت کردن در کار. زودتر رابط. در طرف راست ماشین رو نگاه دار. با طرف راستگیر ماشین رو نگاه دار. این آدم رو از کوچه ها گرفته کلان کرد. تو چی خیل با من این خیل کارا تشکیل میکنی ها حیوان؟ اکای ایتکین رو نابود کردن چی گفتنی گپ؟ مایلش رابط این دفعه مثل گفته تو شود. کسی که ما رو نابود میکند ما هم نابودش میکنیم. حمدی یگان کس تهدید نکرده بود؟ نه کمیسر، از یگان کس هم شکایت ندارم. پیشتر گفته بودم تو جنایتکار رو نیابیم پرونده پوشیده نمیشود. فهمو؟ مایلش خیر. برای کار به شما. حاضر چی کار میکنه پدر؟ کسی که ایتکین رو به مقابل ما سر داد تا وی رو نیابیم به ما آرامی نیست. بخیر باشد انشالله. دینجی است؟ تنها آمده عجلت رسیده است. گبزنی اومدم. تو گپ زدنی آمدی یا مردنی هستی یا گپ های جدی داری؟ کنی گپ زن چی گفتن میخوایی؟ گپ زن برادر. میخواهی که ایتکین رو نابود سازی؟ چی؟ امشب کشاده شوی قمارخانه است. ایتکین و رفت در آنجا میشوند. اگر خواهی برای نابود ساختن هر دویش به تو امکانیت تیار کرده میتوانم. چی میخواهی؟ ایتکین تو را فرستاد. مرا سنجیدنی هستی ها؟ مسئله بین من و رفت رو میدانی.
айлинро аз дастам гирифту басияш накард, боз акай Айтекинро аз ман дӯстид. ин мушкили байни шумо ба ман ҳеҷ аҳамияте надорад. аз ин пас ман бо ту ягон кор надорам. падарам гуфта Айтекинро ба ман фурӯхтанӣ шудӣ. аз куҷо донам ки маро намефурӯшӣ? ман дар ҳаётам касеро нафурӯхтам. гапро дароз накун фуад. рав аз инҷо. падаратро бо дигар кас савдо мекун. худат медонӣ акай ҳамдӣ, ман душманонатро дар пешат партофта аз бандашон кашиданӣ будам. майлаш, қарори охир аз худат. фуад, ту ба падарам аҳамият наде. ман ин корро ҳал мекунам. ҷонакам, хуб ҳастӣ? бегоҳ во мехӯрем? эни ҷонам, нақшаҳои мо каме дигар шуд. пагоҳ фотиҳаи акаам аст. ҳозир дар харид кунӣ ҳастем? ман ҳам ҳозир бо як рафиқам во хӯрданӣ омадам. то ҳам мебудӣ хеле хуб мешуд. ман ҳам дар қаҳвахона ӯро нишаста интизорам. агар вохӯриро ба дигар рӯз гузаронам бисёр айб мешавад ҷонакам. ҷонам, лозим нест. ба дигар вақт нагузор. во хӯрдан гир. мо ҳам аз даводаи фотиҳа монда шудем. пагоҳ дар ягон ҷо во мехӯрем. акнун хайр. духтар, ин ҷанертро ин қадар дӯст медоштааст? навакак якҷо буден боз во хӯрдан мехоҳад? вай ҳамин хел аст. ба фикри ту ин курта хеле кушодааст? ранги дӯстдоштаи ман аст. аммо ба фикрам ягон чизи соддатар пӯшам. не, он қадар кушода нест. лекин як ана инро бин. ин ранги мехостагиту нест. аммо як бор бипӯш ҷонакам. ҳамин хел. майлаш. вай хуш, ман чӣ хел шудам? шоҳонаи духтар. ташаккур. хуш омадӣ ҷонакам. хуш бошӣ. хуб ҳастӣ? чӣ гап? ман хуб, ту чӣ хел ҳастӣ? ман ҳам наст, шукр. баъд аз лондон рафтанам як бор ҳам занг назадӣ. ту омаданӣ будӣ ку? ба ман лондон нагӯ. вақте ки мешунавам девона мешавам. агар ба ин ҷо намеомадам аниқ девона мешудам. барои ман ватан роҳаттар аст. ҷон, чаро ин хел мегӯӣ? охир вақтҳои хуб гузарондем ку дар лондон. ای کلاغاوس، تو شرم نمیکنی با حسیات آدمان بیگناه بازی میکنی؟ مرا میگویی؟ تو چگونه با دختر زیباترین دنیا خیانت میکنی؟ تو کیستی ها؟ کسی باشم نباشم، در کیسه‌ات پول، در زیر پایت ماشین، خیال میکنی همه خواستگیت رو تو اجرا میکنی؟ تو کیستی؟ دیوانه مگر؟ رو از پسی کارت شو، قهرم رو نبیار. حاضر انمی دستک تا گرفته میشکنم ابله مسخره باز. تو چی یگان بقایی؟ جانیر التماس. ها بقایم. انمی تو بریم بچه های زنک صفته بقایم. تو حالا بقایی؟ هوا دفشم از اینجا حاضر میکشمت فهمه؟ کنیکوش ای مایمون هم قزوری میگیرم از رشته قاق میتراشم گوشه وی جای مایمون دیگه نبینیم تا در برو زینجا برو دیگه در پیشم میبینیم که ریشات همه کن فهمیدیم مایمون مرد این چی گپ است برادر؟ جای آرام گفته میآیم در اینجا پوری دیوانه بوده است رفته شفتان رو جغ زنه بگی دستا توخی نمیزنمش دیگه بگی این من تمام نمیزنمش آوازت را گیر و ماشین سوار شو. اکجون چی گپ است؟ بخیر است. من بچه ملایمو میامی مسجد هستم. من انا برای اینکه بخدا دعاتون میکنه. یکی فوکاتون عقیب میگد. اکا بخدا راست میگو. خیلی مایل میری. کاری درست کرده ایستاده برابط. ها؟ سری من بسیار گرم شدگی. اکای ایتکین برای من همه چیز بوده. پدرم بود.
این رفتی مردار مرا از پدرم جدا کرد. راه گرد. سردار، این شخص رو هنگام پاییدن از پشت دادر دستگیر کردیم. جانیر از این کار با خبر شد باز داد و وای نکند. نیاکا مروه نمیشناسد. درست. تو کیستی میمون؟ بچه برو تو مچیندی؟ تو کیستی میمونی بی برادر؟ من برادر جوانی رفت چکر هستم. ناز. اگر وی در همینجا بودن ما رو فهمد همه اتون رو بلی بسوی گر به انترکتی در روان میکند. یعنی تو برادر جوانی رفت چکر هستی؟ بله. این رفت چکر از کی باز تو بر این میمون ها رو برادر گرفته است؟ اکا در جوی بزیب زدی جیلوت کم بر کرد. رفت چکر با تو چی سپارش داد گبزان؟ تو حیوانی آدم ریسک میزنی؟ من یکا سپارش ندارم. من یه جا جنازه میرفتم اینمی سغیره مرا در راه قپیدن آوردن. خاموش سکوت. این میمون رو گیرید تا سحر هوشیار رو بهوش کرده زنید. اکا بسیار بخشی شما از شما یکی پرسم. من شما رو یکون گپی خطا گفتم یکون گپی نادرست گفتم. دهانش رو بندهید چیز دونت همیل که فهمید. اکا نخود آدم رو دهانش رو بسته بد بزنن دهانی مرا میبندن اکجا میفهمن که من چی میخوام. اکا لم بگو دهن منم بندن. اکا در قمارخانه چشم همه در بالای تو میشود بختیار، مخصوصا اکای ایتکین، چون که رفت بسیار قماربازی دانا بود. از وی بهترش در بین ما نبود. ولی همه وقت میبری تا همین درجه. فهمیدی؟ اکا آخر من قمار پیمار نمیدونم. من همین رو گفته ایستادم. چیز شود نشود به میز قمار نمیشینی. این کار شوخی نیست بختیار. کلامان رو به آب میاندازن نمیبرارن. احتیاط کن که به بلا گرفتار نشویم. میلش نجاتی بردی زیاد میخواهم. اکای ایتکین جیر زده ایستاده است. راه کرد. کجا شدی رفت؟ با تو موافق یک کار هست. این اینکداری روبرو بوده در باز بریده ایستاده است. همه را مانند پیاز پوست کرد. یعنی فقط تو او را میبری. من در حالت بازی کنی نیستم اکا. این چی گفتنی گپ رفت؟ کمتر پس این آدم همه را رسوا میکند. سرم را ویران نکن. این آدم را یک تکان ده. کنی؟
یک تا چند کار خواهیم میداده باشد؟ تمام. یک کار وای کاش که من هم دو کار میخواستم. رست میبینم. من هم رست. ای چی کار کرده ای صدای ابله؟ تو رو چی گفتی؟ بر این بازی کن. در یک دست همه را باختی، سرم را ویران نکن. قمارخانه را به قصابخانه تبدیل میدهیم. جسد ایتکین و رفت را در پیش پای پدرمون میپرتویم. پنج کارت. اگر ایتکی با این رفت مرا در این میز میرونم چیکار کنم؟ نشود. چهار کارت. ما اومدیم، تیاریم. یک تا گذاشتم. میبینم. دیده ایستادم. چی رو میبینی ها؟ چی رو میبینی؟ برخص میکنی ها رفت؟ قسم میخورم همین میز را چپه کرده به سرت میزنم. این مایل شکای ایتکی چی جنجال میکنی؟ نباشد؟ نمیبینم. پس چی کار کردی ها؟ تو اینجا خوب بود. مرا ببخش که نمیدو. تمام کرد. ما رو هم تمام کرد. رست. دیده ایستادم. اوه این رو هم میبیند و این رو هم میبیند. چرا وای میبیند من نمیبینم؟ ممدو کنی عینک هم رو گرفته بیار. کنی بینیم گپ در عینک باشد. کنی عینکش را یک بینید؟ من به عینک نمیبینم. حاضر چشمانت را میکابم دیگر هیچ چیز را نمیبینی. گیرید عینک را. ای شد چشمه کنشین. وای وای این اکران بوده است. نگاه کن کامera در آنجا. ترکان وای را دار. اینجا بیا. انمی خیلی آفرین. کامera در اینجا. عینکی اکراندار را در میز شنان
این آدم با کامera در قفای آدمان گردد شد نشد همین خیل لیکن فکری زور آفرین رفت کار این ابله ها را فهمیدی ترکن برده انگشتان اینها را بر اکا کمی خطا کردیم ببخشید التماس میکنم ببخشید اکا پیش دارا اکا این کارو نکنید التماس اکا جان قصاب خانت به کار در آمد رفت مبارک شود دفع شوید از اینجا برای کار های کنیستا تو کستی؟ من تو را باری اول میبینم در اینجا اکا اجازت ده گذارم این را داشته است انا یک نمونه این دو قره به یکدیگر پورا مانند است لیکن وظیفهشان فرق میکند مثلا اگر این را تا سحر پرتایی فقط 6 می آید اگر اینش را یک عمر پرتایی دویم 1 می آید باور نمیکنید من نگیرید خودتون سنجید مرحمت شش با خدا یک آمد این حالا اینقدر چیز نیست من حالا حیله های زیاد میدانم خوش آمدید پروا نکن بسیار حلاوت میبریم حضیرکه به من نشانه داده یک تاش را انتخاب کن دائما میخواد به طوله هستی کرته انتخاب کرده رو بین اکا چرا چونین میگویی دوز را کشید نه دوی صلیب کشیدم نه خود کنی بینم اکا نگاه کن انا دوزی خودم اینیه اکا ایتیکین این آدم بسیار نمودهای عجایب بازی را میداند اکتای ایستا به حیا دستمان بستگی باید در برای ایتکی باشه نباشد در میدان میمانیم رفعت باز نجات یافتی اکنون نگاه کن
این همان پسری حمدی نبود؟ акай айтекин ман ба шумо гуфта будам ҳамдӣ ором намешинад. ана писарашро равон кардааст. ба ҳар ҳол осон халос шудем. آفرین رفت. حیاتمان را نجات دادی. اوکتای کیست؟ آدمی حمدی بود؟ وای از حمدی هم بدتر. چخیل از حمدی هم بدتر. این اوکتای آدم نیست، مکار است. پسر حمدی مرده رفت. حاضر ممکن است آتش انتقام در جوش باشد. حاضر زود به خانه رفته. اول این را به یگان جایی بی خطر جا کنیم. اگر با یک طوری موی سر عزیزه ضرر رساند وای حمدی را زنده میگذارم. با این بختیار چی شده باشد؟ дар роҳ инҳо пай набурда пештар аз инҳо ба хона равем. бо айлин якду гап мезанем. чиро шаҳр дода наметавонистаям? ту парида шин ва газро зер кун. зуд бош. پسرم این کار چی خیلی شد سلیم؟ در مکانی رفت شد است اکا. آیتکین پرود است میگویم. آیتکین دخترم در کجایی؟ در خانه بودم لیکن حاضر برآمده ایستادم. نه برا دخترم. ما آماده ایستاده ایم. چرا؟ چی شد؟ هیچ چیز نشده است. کمتر پس میرسیم. تو در اینجا چی کار داری؟ با کدام رویت به اینجا اومدی؟ من تو رو دیدن خواستم. در حال از اینجا برآمده رو. ба рафтан меравам, лекин ба ғайр аз ту ҷои мерафтагӣ надорам. баъд аз ҷудо шудан бо ту ман доим дар ғурбатам. агар рифат биёяд ғурбатро бад мебинӣ. тез даф шав. ту фикри маро кардӣ айлин. تو کی به اینجا آمدی فؤاد؟ акай айтекин баъди дар роҳ шуморо гум кардан фикр кардам ки маро гузоштед. маро интизор нашавед гуфта каме тезтар омадам. падар худаш чӣ гап? یک دقیقه دخترم. پدران
برای فرزندانشان زندگی میکنند. تو به من یگان سبب زندمانی نگذاشتی. پسر تو بندش را خودش کشید حمدی، مکانی ما را پخش کرد، و جان ما قصد نمود. مرگ برای وی حق بود. هرچی به سرم آوردی عیناً همون را به سرم میارم. مرا گوش کن حمدی، اگر به عزیزه یگان گپ شود تو را زنده به زنده میسوزانم. عزیزه با وی چی کار کرد؟ وی رو برای چی به این کار داخل میکنید؟ این حمدی دیوانه است. اکی ایتکین اجازه ده با ممدو و امین رفته کلاش را گیریم. نه نمی شود. وی آدم را پسرش مرد، باز خانهش را پخش کرده نمی توانیم. تا وقتی که ما زنده ایم حمدی نوا تمام دنیا یک جا شوند، یک دانه موی ایلین رو دست رسونیده نمی توانند. با تو چی ها؟ تو چی گم میزنی؟ چه خیل به من چه رفاقت؟ ایلین دختر یک ایتکی نیست؟ من شوهرش هستم. در شو از اینجا. در شو. خطا میکنی رفت. اجازتشان بود، برای همین فوت آمد. پدر گپ زنید چی ها شده ایستاده است؟ در خانه گپ میزنیم دخترم. پسرم را جنازه نکنید. تا مردن دختر ایتکین من پسرم را نمیگورونم. از وای دختر همیشه با من خبر ده. فهمیده؟ دخترم یک روی نکن. تا آرام شدن وضعیت در نزد من استا. پدر جان بسیار خواطر نشوید. من در نزد رفت در امانم. همین خیلی لکه ایتکین من هستم. مالش دخترم، تو چه خیلی که میخواهی، لیکن تا مسئله با صلح انجام نیابد از خانه نمیبرایی. اگر یگان کار عاجل پیدا شود به ما خبر ده. بیا فؤاد، ما میرویم. حمدی تا انتقام نگیرد آرام نمیگذارد. بختیار از عهده این کار بر اومده میتواند. اونقدر معلوم نیست. تا حاضر بسیار نغز اداره نمود. تولیش نیک بود. تولی ما هم بد نبود. اگر بختیار رو نمیافتیم حالا سبزه خاکمان یک وجب شده بود. خودت را احتیاط کن دخترم، باز میبینیم. پروا نکنید پدر. شب خوش. تو اینجا بیا رفت. شبت خوش. این حمدی کی هجوم میکند معلوم نیست. محافظان را زیاد کن. از پشت هم آدم گذار. همش آدمان قوی باشند. یگان پرنده نپرد. نمیگذاریم که یگان پرنده پرد. پروا نکنید. بیا ما رویم فؤاد. چی شده؟ در خانه چرا گپ زدید؟ تا آرام شدن خطر عزیزه پایش رو به بیرون نمیگذاشته است. همین خیل قرار داده شد. خطر چی خیل گذرد؟ تا حمدی نمورد در خطریم.
حاضر میفهمیم که از من چرا میگویی رفت. اگر با عزیزه با من خیانت کنی تو رو نابود میسازم. ها آواز نیست. برای چی آواز نیست؟ من اینقدر بی‌طاقت شدم ممکن در حجره نباشم. فقط به این خانه چرا میآید رفت؟ این عیبی پدرت. تو برای چی کار میآیی رفت؟ این چی گفتنی که نفهمیدم؟ من با تو خانه‌دار شدم که فقط این کارها رو کرده نتواند پایمال شود. تو باید اینها رو با وی میکردی. همین خیلی مصلحت کرده بودیم. عزیزا یک دقیقه. وی فؤاد آسان موردم نزدیک شوی نمیمانم. لیکن تهدید اصلی وی نیست، همدی است. من با این خیلی تهدیدها عادت کردم. من دختری ایتکی یوزم. مشکلی من همدی نیه. فؤاد است. وی رو به یک مرده در پاروان تبدیل میدادی. پایمال میکردی چی شد؟ عزیزم من نمیفهمم. ما دایم همیشه جنجال میکنیم. تو به من وعده دادگیت را اجرا کن. از من هم دور باش. جنجال نمیکنیم رفت. او باز چه خیلی دوریستم. ببین حجره هایمون جدا، جای خوبمون جدا، همه چیزمون جدا. گناهش را بخشیدم. مرا دوست می‌داشته است. اگر از اول میفهموندی من وی رو کیها نیست میکردم. از اولش فهمونم به تو رفت. از اولش؟ باور کن مرا بسیار خسته میکنی رفت. بسیار خسته میکنی. تو رفته لباست تو رو بسیار یاد کردم. خوب میروند. در حقیقت با هم خوب میروند. خدا جزایت رو دهد رفت. چقدر جای خوابتان جدا بود که رفت من به شما نشان میدهم. میبینید. لیکن عزیزم من از تو یک چیز دیگر رو میپرسم. تو حاضر حالتی پیش از جراحی شدنم رو دوست میداری یا حالتی بعد جراحی شدنم رو؟ فرقش چی؟ همش رو. من هر حالتی تو رو دوست میدارم. من هم هر حالتی تو رو، هر لحظه هایت رو، هر ثانیه ات رو، هر کلمه ات رو دوست میدارم. وقتی که تو رو میبینم دیلم چیکار کرده ایستاده ای؟ در خانه تجهیزات گوشکنی است. 2 ساعت که اشاره دارم رفت یگان چی نفهمیدی؟ نگفتی همونجا زر کرده میگوشتم. این خیلی پدرم برای گوش کردن ما تجهیزات جایگیر کرده است. تجهیزات گوشکنی. اکای ایتکین برای چی این کارو میکند؟ برای چی میکند رفت؟ برای معامله بین ما رو فهمیدم. چگونه معامله؟ معامله حقیقی است یا ساخته؟
این چی گفتنی گپ ها؟ رفعت چرا تو درباره خانه‌داری یگان چی نمیدونستگی برای رفتار میکنی؟ او چی رو باید میدونستم؟ تو هم یگان چی نمیفهمونی؟ چی رو فهمونم؟ چرا؟ این چی غوغا؟ ما اینجا خواب کردنیم. یگان چی گپ زدنی باشه در اومده در حجره‌تون گپ زنید. پسرم رو دیوانه میکنه دیوانه. آه خدا. رفعت من اکنون با مادری تو طاقت کردن نمیتوانم. التماس آرام باش عزیزه جان. جامیلا؟ جامیلا خانم کیجی است؟ در این شب برای چی آمدی؟ نفهمیدم. در یک جای خطا امضا گذاشته اید آقای رفعت. برای اصلاح آن آمدم. شما کارتون رو حل کنید. ببرون برایم. تو دیوانه شدی؟ چی خیلی با اینجا میایی؟ یگان چاره دیگر نگذاشتی. یگان خیلی تو رو پیدا کردن نمیتونم. زنگهایم رو جواب نمیدهی. در آفیس از من میگریزی. باز چیکار کنم؟ این گپا رو من برای چی با اینجا آمدی؟ وای از دوری تو عذاب کشته استودم. عذاب با کودکمون یگان چی نشود گفته ترسیدم. انیل وقتی آمدن این زن اگه ایتیکین می بود همه همون نابود می شدیم. چی کار میکنیم؟ به غیر عزیزه هر زنی که در شکمش کودک رفعت شکر رو داشته باشد برای ما مثل بمب است. پگاه مسئلهش رو میبینیم. مایلش تو حاضر رو. پگاه یک جای گپ زده چارش رو میبینیم. مرا گوش کن. از عزیزه دور باش رفعت. تمام؟ حاضر یگان کس شبه نکرده رو. بعد بیملال گپ میزنیم. رو انشالله عزیزا درست نفهمیده است. عزیزه جانکم. بس کن رفعت. باز شرم نکرده به من جانم میگویی. او چی کار میکنی؟ پدرت میشنود؟ نمیشنود. تجهیزات در درونی ظرف است. اوی گامبوسک رو به ظرف گذاشتی؟ چی کار میکنی؟ ظرفی محکم سیگنال رو نیست میکند. نمیدونی تو چقدر شفی مافی هستی. تو چرا با نیست کردن این مشغول هستی؟ شکسته‌ات رو با پرتو. اگر پدرم فهمد که تجهیزات رو یافتم شبهش باز هم زیاد میشود. تو این رو یک طرف گذارو با من جواب ده. چی پرسیدی؟ در این بیوقتی شب مشقت با کدام جسارت به در خانه من می آید؟ من با تو چی گفته بودم که همه کارهایت رو در بیرون حل کن؟ من یگم معشوقه ندارم. معشوقه نداری؟ و زنی تو در خانه آمدگی کیست؟
азиза, ягон фикри нодуруст накун. ҳақиқат ҳамин ки ман туро дӯст медорам ва доим дӯст хоҳам дошт. ту касеро дӯст дошта наметавонӣ. ҳатто писаратро дӯст намедорӣ. дӯстдорӣ дар табиати ту нест. ту танҳо дарҳои ба ту кушодаро, пулҳои ба хазинаат ворид шударо, силоҳҳоро, хунрезиро дӯст медорӣ, Рифат. хомӯш шав азиза, ман он одами хаёлкардаи ту нестам. боз ин чӣ гуфтани гап? азиза, ман бисёр тағйир ёфтам. тағйир ёфтӣ? аз ту кӣ хоҳиш кард ки тағйир ёбӣ? Рифати пешинашав кофӣ ин рафторҳои сохтакоронаатро як тараф гузор. монанди пештара фақат дар мизи хӯрок бо ман ҳам суҳбат шав. ба ғайр аз вай гап назане мешавад? барои чӣ азиза, барои чӣ? барои чӣ? ҳамин хел хонадорӣ мешавад магар? ба монанди ду бегона, ду душман бар ин зану шавар мешавад? бас беҳудагӯӣ накун, Рифат. мо зану шавҳарем? набошад мо чием? мо ҳамкорем. барои як манфиат як ҷо омадаем. ман дар ваъдаам истодам ва туро домоди Айтекин явуз кардам. лекин ту чӣ кор кардӣ? ваъдаатро то ҳол иҷро накардӣ. шартномаи кардаатро риоя кун. аз ту фақат ҳаминро мехоҳам. кадом шартнома? агар фаромӯш кардам гӯй ин хонадориро ҳамин ҷо ба охир мерасонам, Рифат. фаромӯш кардам? нагӯям, ба хотирам нест гӯям. доктор ҷарроҳӣ қисман фаромӯш хотир месозад гуфтавод. чӣ хел ҷарроҳӣ? дар ҳар кор дар қафои он ҷарроҳӣ пинҳон шуда наист. аниқ ту ягон нақша дорӣ, лекин ман то ҳол чӣ буданашро аниқ намедонам. ба нақшаҳоят хонадориамонро ҳаргиз дохил накун. ин оиладории мо дар болои коғаз давом карданаш, ба ман ҳаргиз даст дароз накарданат, оиладорӣ сохта карданамон, хотиррасон карданамро доим маҷбур насоз. ҳозир ту чӣ гуфтӣ? оиладорӣ сохта гуфтӣ? бин ҳоло ҳам як дақиқа. ҳозир ману ту барои нақшофарӣ оила дорем? ҳамин тавр не? албатта, Рифат. барои чӣ ҷавобашро медонистагӣ чизҳоятро пурсида истодаӣ? яъне ман ягон бор ба ту даст нарасонам? ҳамин хел? бас кун, Рифат. ягон ҷои хандовараш нест. ман ҳатто ба ту даст нарасондам? ҳамин хел неми? албатта ҳамин хел. беҳудагӯӣ накун. е худоё, о ин чӣ қадар ҳаяҷоновар. ҳаяҷоновар? Рифат, ту хуб ҳастӣ? ягон бор ин қадар хуб буданамро ба хотир надорам. азиза, ману ту, мо, яъне азиза ва Рифат, оиладориамон сохтааст. яъне барои рол оила дорем. ин сирро ба ғайр аз ҳардуи мо касе намедонад. ҳамин хел не? албатта касе намедонад. то охири умр касе нахоҳад донист. аз ман сир ошкор намешавад. ин охирин бор бошад, Рифат. маро барои хотиррасон кардани сарҳади байнамон доим маҷбур насоз. аз аввал чӣ гап зада бошем, ана ҳамин хел давом меёбад. ҳозир бошад, ба ҳуҷрат гузар. ман хоб меравам. шаби хуш, ҷонакам. о худоё, ба ту шукри зиёд. не, ман бо ин ҳаяҷон хоб рафта наметавонам. аз ҳама хубаш рафта бо мемду ва анил суҳбат кунам.
oila dor nabud است jonakam oila dor nabud است برون برایت به برون رفت پدر با جای من همین نو به کار را گذاشتید ابله شما را زنده به زنده میگرانم نکن پدر همش از روی این فوت شد از ترس شکنجه و عذابی وی مجبور شدیم چه مجبور ابله تو خودت همین خیل بی‌پروایی در بالای پای میشینی آدم یک شخصی خوبی دیده اش را میفروشن ها با خدا پدر من یگان عیب ندارم همه‌اش فکر همین میمدو بود با بختیار سلاح کشیده شیفمون میشوی گفت آدم رو با زوری شیف کرد آدمی پست من زبان تو را میبرم حالاییست اول این شیفتان را میکشم بعد با شما بازی میکنم پدر جان پدر بختیار نمیمیرد حتما باید نمیرد باید نمیرد کلغاز باز چی خواب دیدی؟ رفت رو خواب دیدی؟ اکا جون آقای رفت آمده ایستاده بود بختیار رو کشت گذرشین گذر انیل برادرم گوش کن فکری برگشتنی رفت شکر رو از عقلت برار مرا فهمیدی؟ تو با چشمانت دیدی که وی از بلندی پریده رفته مرد آرام شو دیگر یگان رفت پفت نیست فهمیدی؟ اکا منم همی خیل میگویم لیکن حسیاتم چونی نمیگوید گویا که آقای رفت بر میگردد در حسیاتت بلا وی آدم مرده رفت چی خیل میآید نباشد گوی در خوابم نماید میلش من میگویم دیگر نمیآید وای یک کس گذشت کی اومد؟ کی اومد؟ در این ساعت کی میآید؟ آقای رفت اومده نباشد خیز رفته در رو کشو در رو یاد خیر من میترسم کشوده نمیتونم تو کشو تو ترسونچک در جانم زدی برای چی در آن نمیکشوید اکا؟ بخیر است؟ عزیزه تو رو پیش کرد چی؟ با آدمی پیش کردگی مانندم؟ اکا وی کی؟ بختیار از کلدن اکا نگاه کن در خفایش رفت نباشد حالا هم در زیر تأثیری خوابش اوه خیریت که نخوابیده مرا هم خوابم ناومد براز گشتم با چپ گشتم نشد نزدیک شما آمدم چی گپ شد؟ تو هم خواب دیدی؟ جنت را دیدم جنت را در خوابت؟ از چشمان عزیزه دیدم باغهای سبزی به آخر را دیدم تو
تو شرم نمیداری؟ به زنی آقای رفت نگاه میکنی؟ اگر گشته بیاید میدونی؟ حالا هم بیاید میگوید ای وای کار این خیل نیست انیل عزیزه وای نمیدانستگی چیزهایتان زیاد. چه خیل چیزهایی نمیدانستگی همون بود است؟ عشق گپ گوش نمیکنند. با عشق سرحد کشیده نمیشود. انا همین خیل چیزهایند. شما رو خدا با من درد سر داده است. یک تاش خوب دیدم میگوید، یک تای دیگر جنت رو میگوید. نصف شب به شما مشغول شوم ها؟ اکا این عشق است تو نمیفهمی. عشق به کلی آدم رو تغییر میدهد. من نمیفهمم ها؟ کنی تو فهمم؟ عشق در محیط ما موافق نیست. نشانه سستی است. جوان مردی را ویران میکنن نگفته بودم ها؟ گفتی اکا لیکن بختیار نمیفهمد. از من عشق نیست، از من طوفان، از آن من قیامت. من گویا که آفتاب را فرو برده باشم. به مانند یک طوفان نور در گردش است. در دل وای می تپد. چشمانم با چشمان وای نگاه میکنم. بختیار التماس میکنم به خدا ما را به حالمون گذار و رفته خواب کن. چای دم کنم؟ دم نکن. چای پای در کار نیست. رفته خواب کن، ما را خلل نرسان. چای اکا یک دم کند. حاضر دم میکنم. اکا میمدو امشب یک جای خواب رویم بسیار میترسم. برادری رفت گفتگی میمون رو به گپ در آوردید. سردار تا سحر وی را کوفتیم. به فکرم برای خلاص شدن دروغ گفته است. با رفت یگان علاقه ندارد. شما نگفته بودید که از کفای جنر گشته ایستاده بود؟ پرسیدم سردار. عجایب گپ میزد. فهمیدم که در بینشون مسئله دختر است. به هر حال شما وی رو در یک بار خلطه انداخته نزد خانه رفت پرتایید. اگر سگ وی باشد از کاری ما خبردار می شود. خوب شد است. صبح خیر. صبح خیر. امروز بسیار شادم. عزیزه تو دعای قبول شده ای منی. رفت ما رو دیوانه نکن. با این سخنهای زیبایت ما رو دیوانه میکنی. عقلم رو از سرم میگیری عزیزم. خوب که با تو عائله دار شدم. تو را دوست میدارم عشقم. شما ایسته. اکا جان به خدا من رفت شکر رو نمیشناسم. 2 روز است که به میدیامو پدنالا زدن قبرغامو شکستن. به خدا اکا جان نمیشناسم. راست میگویم اکا. تو که راه خارد داری بلا سانت را. اکا التماس نزنین اکا جان. دوستا کده یک بینیم کی باشد.
چه گپ است؟ این کی است؟ از کجای با من شناس میتابد؟ شادی بیگ؟ برادرم، برادر جان. من فهمیدم اکا این آدمی بختیار بوده است. برادر جان، چه کار داری اینجا؟ این چی حال است؟ این تو هستی برادر جان؟ با مهدی رفعت چکرات مرا زدن کشتن. کدام آدم تو رو به اینجا آورده؟ من از کجا دانم چه خیلی آدم برادر؟ آدمان مرا دزدیدن، نام رفعت چکر را گرفتم، خواستم که خودم را خلاص کنم، کاش که نامش را نمیگرفتم. چنان زدن مرا، دم گرفتم خیلی زدن برادر. خر را دهگرازی خیلی نمیزنن، به خدا چنان زدن که بلوتوز همه کار برآمد. خیر، تو هم چرا نام مرا در چپ و راست هر جا میدهی؟ نام های آدم ها را هم نگرفتی که رفته چاره اش رو بینیم؟ پدر، یک گپ زنیم. از حیاتی کهنه یگان کس رو به حیاتی نود وارد نکن نگفته بودیم؟ این بینمون چیکار میکند اینجا؟ این رفیقی از همه نزدیکی من در خانه شناس شده بودیم کو؟ اینش رو فهمیدیم. در اینجا چیکار دارد؟ به خدا من هم نمیدانم. وقتی که من در خانه خیر خوش کرده بودم کو، من مرده میروم گفته همه چیز رو نقل کردم. ابله، باز به کی ها خیر خوش کردی که همه اش رو جمع کرده به سرشان تیر خالی کنیم؟ شادی بیگ برادری من است. کسی وی رو میپراند مرا پراندگی حساب است. دانسته باشه. برار این را. برار. رفتیم. خوب هستی؟ نه برادر، خوب نیست. همه جویم در میکند. اکی بختیار معیار دارد، زور زدن در کار نیست. جنابی رفعت، نهاری تیار است. راگرد شدی بیگ. نهاری کنیم. به خدا برادر ژیلوتکم خیجک نوخته است. راگرد. جیگر رکود ریزت شدی بیگ. برادر این چه خونه است ها؟ این خونه نه قصری. شادی بیگ، التماس بسیار، یگان سیر بوی نده. مایلش کمتر پس با پسرم، زنم و مادرم شناس میشوی. تا لازم نشود گپ نزن که نفهمند. فهمو؟ برادر با من باور کن، تا امروز من کی سیر بوی داده بودم؟ رحمت برادر، رحمت. نهاریت رو نغزکک خور پسرم. بسیار خور که خیلی لاغر شده ای. هر نفری که تو رو چشم میکند چشمش کفد. مهمان داریم. مادر مهمان داریم. شناس کنم رفیق دوره عسکری هم شادی بیگ. با خدا در عسکری دویم یک جا شطه خورده بگشتیم. خوش آمدی پسر. خوش باشد خاله جان. زوجم عزیزه، خوش آمدید. خوش باشد ینگه جان. چنجی بد بوده کار رسول. پسرم طاهر. وای این قشیر بچه خوش رو ها؟ طاهر جان این موی سر تا بچه خیلی شنپول میشوی. زور بوده اینه که بچه. این شیر بچه خودم. گپ دادی آشنا. این مردها همین خیه گویا که خودشان تنها کرده باشن. خدا با یک بچه دیگر به تینگه. وای مادری طاهر نیست. بچه گفتی وای زن میکو؟ زوجم، لیکن این حکایه دراز است. بعد با تو دخل میکنم. بیا نهاری امان را خوریم. کنی گذر کنی. من لباستون رو گیرم. یگان جای زور دامونش. نامی شما کی؟ طاهر.
طاهر بسیار نامی زیبا. صنف چند میروی؟ گپ نمیزند. کودکان مرا دوست میدارن خاله جان. با من گپ میزنن. طاهر با کسی گپ نمیزند. پسرم تو چیکار میکنی؟ مردکشکم خاله جان. تو هم از دنیای اینهایی؟ من این دنیا چیست نمیدانم، لیکن برای اون دنیا کار میکنم. یکم خدمت شد میکنم خاله جان. من حالا مردنی نیستم. شادی بگدم ای شادی بگ تو هیچ آدم نشدی که نشدی. تو کی آدم میشوی ها؟ باور کنید خاله جان، از کودکی همون چند سال شد یک بار از یکدیگر خفه نشدیم. میدونید به خدا ینگه جان حتی یک بار خفه نشدیم. همین خیل برادر ما. فقط به نزدیکی یک مسئله شد، از روی فرمه شترمرغ نافهمی بینمان شد. شادی بگ این مسئله رو هم به خوبی حل کردیم. خفگی نشد. یعنی بغیر از این در کودکی برای گربه های کوچه یکدیگر کردی زن و زن میکردیم. میدونید خاله جان همه پولهای کیسمون رو گرفته ساسیسکه خریده به گربه ها داد. چی؟ دروغ گفتیستم بختیار؟ بختیار؟ ها بختیار گربه از همه دوست داشتهش رو بختیارون گذاشته بود. این رفت گربه رو همه خیل دوست می داشت. که رفت به گربه ها نفرت دارد. ها من با گربه ها نفرت دارم. این میاو اون میاو وای میاو اون میاو خب کن میاو. از که باز نفرت داری ها؟ میاو یک میرود همه خیل ده. شادی بگ یک مسئله گپزنی داشتیم با بیرون برای ما. رفتیم بخیر رفتیم. براییم با اجازت شما خاله جان، با اجازت شما ینگه جان، یه هوای تازه بخوریم. اشتهای تو ای احمق، با خدا که تو رو قریب که گلویت رو میکندم. من با تو نگفته بودم که تو لازم نشد گپ نزن. این چی حال است در تو آشنا؟ با آن زن نگاه میکنی از چشمان نور میبارد. عاشق شدی چی؟ ها عاشق شدم. تو چی خیل آدمی ها؟ دختری شلاق زدگی کجا شد؟ تا دیروزه میگفتی در خوابم میداره از شادی بگ بی وای من نمیتوانم. چی شده آشنا؟ چی شد با توی بچه باز با این عاشق شدی؟ گوش کن، همون دختری شلاق زدگی همین عزیزه است. ای بچه مرا مسخره میکنی؟ ای با خدا که این دختر همون دختر است. با خدا؟ دنیا چقدر خوردن از عشق گریخته نمیشود. میگویند درست بود است. آماده باز به یگان راه میومی. گپ نزن بس. حاضر تو از اینجا میروی؟ با کجا؟ با کجا میشد؟ با محلمون. با محله میرویم. راست میگی. این قدر جای کلان و دلی مرا تنگ میکنه. رفتیم ای بیا برم هم جای دمت رو گیرو گپ نزن. رو ای جمیله زنگ زده ایستاد است. الو جمیله؟ کی می آیی عزیزم؟ امروز آمدنی نیستم. چی خیل؟ رفت امروز آمدنی نیستم چی معنی دارد؟ تو از من میگریزی؟ رفت گوش کن تو رو نابود میسازم. با عزیزه اویله داری ساخته بودنت رو به همه میگویم. چی؟ تو از کجا میدونی؟
از کجا میدونم؟ خودت گفتی. من گفتم؟ من باز با کی گفتم؟ چی را؟ وای را یگون چیز را. خیر تو خاموش کن، من حاضر میایم. جمیله چی رو میدونیست است؟ وای را میدونیست است، در داشتنش را، حامله بودنش را باز به یگان کس گفتی؟ گفته پرسیدم من از وای. گفته است؟ نه بسیار خوب. خیر یگان کس رو نگفته خودمون رویم دردش رو پر نیست کنیم، ثواب میگیریم. نفهمیدم؟ با آفیس رویم میفهمی. رفتیم. یک دقیقه، با این زن یگان ضرر رساندنی نیستید همین خیل؟ چه ضرر میدهیم؟ ما حیوان نیستیم کو؟ فقط به تو ضرر رساندنش رو مانع میشویم. بیا رفتیم. نقص. ها ایستا من با عزیزه یک خبر داده بیایم. اکا ماشین رو تیار کنم. چی شد؟ رفیقت رفت؟ رفتنش در کل بود رفت. من هم باید روم. تو هرگز بیرون نبرو از زمیلش. پدرتم گفته بود خطر کلام وضعیت بعد همین رو خاطر رسا کنی آمدم. خیر ایتکی برای دخترش بسیار آمادگی زیادی دست رئیس. از روی شنیدم برای با بیرون برآمدنش هم اجازت نمیداده است. چیکار کنیم؟ یگان راهی برآوردن وی باید باشد. جانم تو بخوری؟ خیر میلش. جانم تلفنش رو فراموش کرده است. سلام علیکم. من جنر رفیق نوران. خوب هستید؟ علیکم سلام. نوران کی است؟ نوران کمتر پیش به خانه در آمد. به اینجا کسی ندر آمد. در آیت خبردار می شوم. ممکن تو خطا کرده باشی. شما نوران گفتنی شخص رو نمیشناسید؟ نمیشناسم پسرم. امروز اکات رو فاتحه میکنیم. تا این وقت در کجایی دخترم؟ نوران مرا نمیشنوی؟ سلام آمک. من تلفن رو از قهوه خونه یافتم. ممکن دخترتون افتونده است. به من سراغتون رو گوید زود میارم تلفن رو. در قهوه خونه افتونده است؟ ای خدا میلش لیکن به تو زحمت می شود. نه هیچ گپ نه. شما سراغتون رو دید؟ میلش بگویم. در کجا باشد این تلفن؟ در کجا غلطیده باشد؟ در ماشین جنیر غلطیده باشد نصب می شود. نباشد چیکار میکنم؟ نیست آخر. روزی خوش. کمی پیش با تلفن با یک کس گپ زدم. همین سراغه رو داد برای تلفن. من بودم. خوش آمدی پسرم. مرحمت. سلامت باشی. زحمت کشیدی ببخش. ایستا یک چای دهم. شین بیا شین. پدر به فکر من تلفنم رو غلطوندم. پیش از تو تلفنت آمد. انا بین همین جوان آور. با پدرتون تلفن رو آورده سپریدم خانم نوران.
محترم چی خیلی نگاه کردم موندی ها؟ تشکر نمیگویی در این دور گم کردت رو نمیابی. راست میگویید بسیار دشوار. روز بخیر. تو به نزدی من اومدی؟ ها؟ جمیله چی کار میکنی؟ یک دقیقه خواهش میکنم شید از تو یک چیزی مهم رو پرسیده میستم. کنی گپ زن. جمیله تو با عزیزه آیله داری ساخته داشتنمان رو به یگان کس گفتی؟ چرا گویم جانا؟ این سری بین هر دویمون است. خیر اگر گپ زنی مناسبت بین ما در یک لحظه تمام می شود. فهمیدی؟ دوروها رو آوردی؟ آوردم اکا. کدامش رو میاندازیم؟ سرخی و سفیدش رو؟ ای از هر دویش انداز چی فرق دارد؟ اکا کار نهایت چی کار میکنیم؟ برای چی کار نمی آید؟ داروی افتادن کودک است که می نوشد کودک می افتد. دو دانه دیگر اندازیم. دو دانه دیگر پرتا نابودش دوزه دارو بلندتر می شود. گیر این رو فقط با دقت باش. ظرف کلان رو به جمیله می دهی خطا نکنی باز. اکا من به عقلم که خطا کنم تو پروا نکن. رفت من تو رو بسیار یاد کردم. تو مرا یاد نکردی؟ البته یاد کردم. نخود که یاد نکنم. یگان چیزی امضا میکردگی نبود ما کارمان رو تأخیر نکنیم؟ البته هست. من اینجا انا اینجا امضا گذارید آقای رفت. ناز بیاد من به شما چای آوردم که حرارت شما را گیرد. این از شما. تشکر. اشتیایی تام پدر جان. اشتیایی تام. ما حجت های جمیله خانم را امضا میکردیم که شما در آمده. البته امضا مهم. اول چایتان را نوشید بعد امضا میکنید. اشتیایی تام. رحمت سلامت باشی. ظرف کلان رو به جمیله دادی؟ دادم اکا. تو اینقدر نازک شده ای؟ این چای بسیار سیاه شده است. من این رو نمی نوشم. این چی؟ با منم چای برنگ آوردن. من این چای نمی نوشم. ایواز کنیم؟ می شود با من ده. ناز اولی انیل چای را نوشیده باشند؟ باید نوشیده باشند. افتیده باشد عجبا.
رفته بینیم. یک بینیم. مایلش جمیله میتوانی برایی؟ این چای رو تو نوشیدی؟ ها؟ با خدا عالی جناب بود. انیل باز چای هست؟ باشد می‌نوشیم. ای ابله اکا چی کار میکنیم؟ باز این نمورد اینجا. نه کاغذش رو خوندم نمیکشد، لیکن فلج میکند. در کاری میکردگی تو بلا زنند. بیا این رو زود به بیمارخانه بریم. چی شد؟ خدا شفا دهد. کی بیمار است؟ تو؟ من بیمار نیستم، من خوبم. میشوی؟ چی میشوم؟ بیمار میشوی بسیار هم سخت. یعنی راهگر رفته؟ چی کار میکنی از جا؟ اون برو سردی. بابا شما چی شده ایستاده؟ یک دقیقه چی کار کرده ایستاده؟ اکا یگون جوی من درد نمیکند اکا. اگر به بختیار یگون چی شود تو را نیست میکنم. اکا من چی کار کردم؟ چرا دوغ میزنی؟ بختیار شکم درد نمیکند. یگون جوی من درد نمیکند اکا. شما چی کار کردنید؟ ماشین رو تسر رون. نوران با تو چی شد؟ چرا گیره میکنی؟ تمام شد بیلدن. همه چیز تمام شد. من مردم. خیر چی گپ شد نوران؟ درست نکن. در ماشینی جنیر تلفنم رو فراموش کردم. خیر چی؟ یافته است. گرفته آورد. نقص کی آورد؟ با من نه، با پدرم آورده داد. چی؟ یعنی همه گپ رو فهمید؟ البته فهمید. همه چی رو فهمید. با من چونان نگاه کرد که میکش بهتر بود. ای دختر آخر تو بسیار زیغ نشو. باز باید دیگر گپ میزنید. همه چیز رو با او میفهمونی. نقض میشود همش. دیگر برای من نگاه نمیکند. چه خیلی با او میفهمونم. ویلده با این کار فاتحه شما رو تحق کردم. تو چی ها میگوی؟ بیهوده گپ نزن نوران. نخواد تو در این احوال باشی و من در فکر فاتحه خودم باشم. این خیلی نمیشود. انسان در حیات یک بار فاتحه میشود. من با جنیر فاتحه شدن نمیتوانم ویلده. ای تو گناه غمگین نشو. آخر همین خیلی هم میشود. از قفایم جاسوس مونده است. برای چی کارمون دویم برعکس می شود روبرت؟ برای چی تا حال این رفت ابله نمرد؟ من با تو میگویم مرا به حالم گذار. تو باشی از قفایم جاسوس میمانی. برای چی این کار رو میکنی؟ چی کار میکنی تو جنر؟ با کی داد و وای میکنی تو؟ من چی کاری کنم برای خوبی تو میکنم. نکن! برای من یگان کار نکن. این برای من بهترین خوبی میشود. تو چی قدر کورنمک بوده ای؟ از دستت گرفتم میبرارم. در همواری باشد زود ناخونهایت رو نشان میدهی. اگر نسبت من یک بار دیگر بی‌تربیتی کنی ناخونهایت رو از برخش میکنم. در اصل اگر تو یک بار دیگر به حیات من دخالت کنی یگان اکا نمیشناسم. یگان اکا نمیشناسی؟ همین خیل ایستا نباشد من اکات رو شناس کنم.
Oysta. رفتیم. اون چیز نیست میگویم شما ما رو با یوری تاجیلی و چی گپ شد؟ بیمار داریم. بیمار کیست؟ این کس. چی شکایت داره؟ خدا رو شکر یگو شکایت ندارم. دارو خورد. دارو خوردم؟ چی خیل دارو؟ چی دارو خوردنش رو هم نمیدوند. با فکرم عقلش رو از دست داده ایستاده است. التماس تستر کنید. مصطفی تستر بیاید بیمار رو برید. شما چی کار میکنید؟ من خوب هستم. یه از برای سبو. کنشین. بیا دراز کش بسیار بیتاب. بیتابم؟ با خدا خوب هستم. اکا آهسته چی کار میکنید؟ مرا کجا میبرید؟ اکا آهسته بیارید. برای دیدن معده‌تان شلنگ پر میکنیم. بیهوش کردنم رو میخواهید؟ چی خیل شلنگ؟ معده‌تان رو باید شوییم. شلنگ رو میاندازیم که ششته توانیم. نمیشود. چرا طبابت را رد میکنی برادر؟ هرچی دکتر گوید همون میشود. اکای دکتر به خدا که من بیمار نیستم. یگان شلنگ قبول نمیکنم. یگان درد نداری؟ نه. دارو خورد گفتم؟ نه نخوردم. خورد اکای دکتر. 3 داروی افزودن کودک خورد. با داروی کودک افزودنی مرد خودکشی میکنه رو بار اول میبینم. من هم به خدا. تو دارو نخوردی؟ نه نخوردم. با این کار کردنش نگاه نکنید. تابلتکه ها را به شکل شای آمیخته کرده خورده است. شما چی خیلی این کارا با من کردید ها؟ چرا چای جمیله را نوشیدی؟ بیا گذاریم دکتر کارش رو تمام کنه. کدام نامودی دارو بود؟ چی کاری کردگیتون بوده؟ خیر از اینها هیچ کس نمیمرد. یک چند روز از پیشوتون خون میرود بعد درست میشود. همین قدر نست؟ چرا این کارا با من کردید؟ گپ را دراز نکن. یک خطا شده. چی خیلی یک خطا؟ داروی کودک افزودنی خطا؟ من با دستم داده را چرا نمی نوشی؟ چرا از ظرف دیگر می نوشی؟ تلفنم زنگ زده ایستاده است. این را پوش. الو؟ امروز تو را فاتحه می کردیم. در رکی تو نیست؟ در کجا می گردین آخر؟ در بیمارخانه هم پدر. چخیل بیمارخانه؟ در نزد دکترم. دارو خوردن در کار. چخیل دارو؟ زود بیا. آماده نمیتوانم. بیمارم گفتم کو. این نامی بیمارخانه را گپ زن من به آنجا می آیم. مایلش پدر نیا من خودم می آیم. آمدی نه آمدی تو رو از فرزندی خط می زنم. اوه مایلش پدر مایلش. مجبورا می روم. و این شلنگ رو کو. اگر نزد پدرم نمی رفتم. گفته هایم را کردید؟ بله دکتر. رگ رو نبریده است. پروا نکنید. خدا شفا دهد. تشکر. دادر جان خوب هستی تو؟ من را به حالم گذارید؟ شد. من به خانه میروم. رابط اگر این رفتار رو یگون کسی دیگر میکرد میرویم. این رو نوشتم. از یاد نمیبرارم. کاری کردگی شما رو فؤاد با من نقل نکرد.
ما با تو خوبی کردن خواستیم. چی؟ شما داروی کودک افغانی خورنده خوبی میکنید؟ ریا گرده. اینها درباره چی گپ میزنن رابط؟ داروی کودک افغانی خوردن چی گپ؟ این چه خیلی رمز؟ چی فکر داری؟ با فکری من هم از پسشون تعقیب میکنیم. بازی نپایم میفرماییم زودتر. و اینها رو بینه؟ با این کاری کرده شونه؟ تو دارو پارو رو یک طرف مون؟ در خانه عزیزه، در آفیس جمیله، در محله ویلدن، چی در عاشقی تو بلا زند؟ اگه تو چی ها گفته ایستاده؟ من این خیلی آدم نیستم. من فقط عزیزه رو دوست میدارم. عزیزه رو دوست میدارم. عزیزه رو دوست خواهم داشت. به من نگاه کن. چرا فاتحه کنی میروی؟ آخر چیکار کنم؟ نروم پدرم مرا نمیبخشد. ویلده هم قفای این کارو نمیپرتوید. رفته گویم که با دیگر کس عاشق شدم مرا ببخشند. با کی عاشق شدم میگویی؟ البته که عزیزه. عزیزه که باشد گرفته این کار را کاف تو کاف کند چیکار میکنی؟ این خیلی که باشد فاتحه کردن را قبول نمیکردی گویند چیکار میکنی؟ ای تکین مرا کشتنی بود. خواستم ویلدن یک روز اقلا خوشبخت باشد. ای تکین را به این کار داخل کرده پر شد. نه این کار این خیلی نمیشود. ما هم میرویم. تو رو از این بلا کشیده میبراریم. چی خیلی میبراریم؟ اینش را با من گذار. من چرا با تو گذارم اکا؟ دیگر یگان سلاح پیلا نمیشود. تو دیوانه ای؟ در فاتحه سلاح میشود. در فاتحه سخن میشود. آن را هم من میگویم. اما که حکمت خیلی؟ اختای تو پسرم خوش آمدی. خدا از تو راضی باشم. بختیار با کمک تو بای شد. بله او بای شده است؟ بله. تو از این کارها درنگ نداری؟ بختیار چی کار میکند اما که حکمت؟ فرمه شترمار خرید که با کمک تو. چی مگر نمیدانی؟ چه خیلی فهمیدم فرمه را. از فرما پول کار کرده ایستاده است. حتی راننده مخصوص هم دارد. بیا شیم یک چای نوشیم. بیا. نه من یک کاری عاجلی دارم. بعد و میخوریم. بیا نرو کمتر پس بختیار میآید و میخورید. امروز غیر را فاتحه میکنیم. من وی رو با تلفن تبریک میکنم. تا بازدید. این حجت قلبکی ما رو به اون کسی دیگر بر کنم. نه در اینجا یکم کسی دیگر است. چی باشد؟ در را کوشا گفتم. زنی احمق. من با تو میگویم در را کوشا گفتم. زنی احمق. من با تو میگویم در را کوشا. نباشد میکشمت. حفیظ خولا وای مرا میکشد. نترس دخترم. خدا با ماست. خدا نگهبان باشد. خدا. در را کوشا گفتم. زنی احمق. من با تو میگویم ایستو باز چی شد؟ قفو کوشا گفتم. در را کوشا گفتم. ایستو نمیفهمی گبرا. ای احمق. در را کوشا گفتم. کی باشد این احمق؟ با تو چی هم؟ با تو چی مونده است؟ اهمیت ندی؟ نه نمیتوانم. میدونی با تو چیکار میکنم؟ همین کمپیر تو رو نگاهبین میکند؟ من نه. خدا بنده‌اش را محافظت میکند. تو چی میگویی کمپیر؟ تو کی هستی ها؟ فراموش کردن. بیا گفتم. مرا سردید گفتم. چیکار میکنید احمق ها؟ این رفیق رو بیرون برارید. یک مردانه بار گپ زنیم. حالا ایسا
حالا ایسا شرایط پیش راهگر. راهگرده آیا مرد طرفی زن دست برداشتنش درست با است؟ شما چی؟ زنی من است. خواهم دوست میدارم. خواهم میزنم. با شما چی؟ با شما چی؟ با شما چی ها؟ مرحمت پدر جان. حاضر رفته از خاله حفیظه و زنت بخش چشم میپرسی. فهمیدی؟ فهمیدی؟ چی؟ نمیشنوم. وقتی دهانت پر بودن گپ زدن نمیتوانی. به این هم گپ نزن. عیب است. مرا ببخش که دیگر این کارو تکرار نمیکنم. از من نه، از خاله حفیظه و زنت بخشش میپرسی. فهمه؟ من شکر. یک باری دیگر اگر شنوم همین کارت را یا به خاله حفیظه بی‌حرمتی کردنت به گوشم آید، این سلاح را از دهانت گرفته راست به دلت میزنم. این را از گوشت نبرو. فهمیدی؟ مالش که خاله حفیظه، این رفیق به شما گفتنی های زیاد دارد. خاله حفیظه، ما با این رفیق مسئله را کشاد و روشن حل کردیم. این شخص از کاری کردهش خیلی پشیمان است. دیگر این خیل واقعی ناخوش نمی شود. همین خیل نه؟ فهمیدم اکا. دیگر نمیکنم خاله حفیظه. از شما هم بسیار عذر میخواهم. جانم، تو مرا ببخش. با تو دیگر جزای خورد هم نمیدیم. خواهی بیا میروی، نخواهی بعد بیا. ینگه، اگر رفیق ما توبهش را ویران کند ما را خبردار کنید. خدا از شما راضی باشد. ما هم از پی کارمان میشویم حفیظه خاله. خدا نگهبانت. بختیار ای چی بود؟ با دهان سلاح گذاشته فرمان دادی؟ ابله چرا سلاح رو فراموش کردی؟ اوه، با خدا که در وقتش سلاح را آورده رسوندی رحمت. این شدی بگه احمق رو میافتم، از روی همه چیز رو میفهمیدم. یگان کس نیست که پرسم. اکتای! چه گپ شد؟ چه گپ شده ای صدا است؟ اکتای! اکا ما کجا میتویم؟ نمیدونم. بختیار به کجا یکی دود به همون جا میدویم. به همین طرف در آمد. کپ همون سوختم. با کجا در آمد این ابله؟
اگه با همین کوچه در آمدنشو دیدم. تو از قفای کی دویده ایستاده‌ای؟ کیست اون اکتای؟ در قمارخانه هم اکتای گفته دو زدی، کیست وای؟ این اکتای همان آدمی است که مرا با فرمای شترمرغ فریب کرده بود. لابای. الو، بو عزیزا خانم گپ میزنم؟ بله، شما کیستید؟ من یک رفیق رحمتی برادرتون هستم. پیش از خودکشی کردنش با من خورده بود. با من یک امانت گذاشت که به شما رسانم. چگونه امانت؟ در تلفن گفته نمیتوانم. اگر درباره خودکشی برادرتون حقیقت رو فهمیدن خواهید، با بوغ نو بیایید. در آنجا من شما رو چخل مییابم؟ من خودم شما رو مییابم. پیشتر شما رو در نزد برادرتون دیده بودم. هیلا با کار آمد. به اینجا می آید. مالش تشکر. تو می توانی بروی. خب. انگشت مکن رنج به در کوفتنی کس. تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. اویا وای. در حقیقت خودکشی نکرده بود؟ مالش پدر جون بر اومده ایستادم. دروازه رو گشایید، پدرم انتظار است. در رو گشایید. الو آقای رفت، ایلیم خانوم پدرم جیغ زده گفته بر اومد. چی میگویی تو؟ خاموش کن. چه گپ است؟ از کجا دونم؟ پدر اکی ایتکین شما امروز با عزیزه هم صحبت شدید؟ نه بخیر است رفت؟ یا خدا چی می شود؟ باز چی شد؟ با کجا می دویدیم؟ تشکر زیاد. جانم را خلاص کردی. من این خوبی شما را اصلا فراموش نمی کنم. کدام وقت یکم مشکلی شد زنگ زن. کارت رو حل میکنم. مرحمت. نمیخوایی برادر؟ مالش خودت میدونی. خیر نباشد. تو کیستی؟ رفت شکر از تو چی میخواد؟ با کجا رفته ایستاده؟ با پارک نو. چرا میپرسی؟ ایستا نرو، التماس نرو. تو پاسبانی سری من شدی؟ این مسئله بین من و پدرم رفت. تو کاردار نشه. عزیزه قصاص ایتکین
Rifat? Ay خدا را شکر. عزیزم عزیزم رفعت 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 Ellerim, gözlerim kelepçelerde Sevda çöllerinde Geçiyor aylarım, yıllarım, gecelerim Sevda zindanlarında Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana Yeter ki sen sev beni Yeter ki inan bana